پروردگار اگه همه خوبان ما رو بیامرزی دست که ما رو بیامرزم. پروردگار اگر صالحان را بیامرزی و تحویل بگیری بس که ما را تحویل بگیرد ما را به شیطان واگذار بکن. پروردگارا باری کنا ما را به سوی خود نبر. پروردگارا ما را باری کنا به سوی خود نبر. با زنگار و آلودگی های گناه به سوی خود نبر. پروردگارا در میدان محشر ما را به حضور پیامبر رحمت شرمسار نگردان. پروردگارا به گناهان ما نظر نکن و لطف و کرم خود نظر بکن. الها خودت فرمودی بندی وقتی به سوی من دست گدایی و دست نیاز خود را بلند میکند و صدا میکند ربا ربا ربا. من حیا میکنم دستان زیر خالی مسترد بکنم. آدم و حوا یک خطا کردن، بنابراین یک اعتراف بایستی میکردن. ولی پروردگارا ما که این همه غرق در گناهیم ما چگونه اعتراف کنیم؟ ما چه جملاتی رو بگیم؟ ما پروردگار اون قدر دامنه گناهان ما گسترده است که هیچ واژه و کلامی نمیتواند عمق اعتراف ما را به تو برساند. ولی ربا کلامی که تو خودت یاد دادی تکرار میکنیم. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الهی روزی که از قبرها میخیزی نامه ها شب راست پریده میآید. خدایا نامه ما را به دست راست ما بده. الهی اگر روی ما سیاه است و در لوح محفوظ سیاه نوشته است الهی تو قلم کش کن امور سفید بگردان. تو میتونی، تو قادر مطلق هستی. خدایا تمام پدران موسفیدی که رو به قبله‌اند زینت جمع ما هستند، زینت مسجد ما هستند. خدایا هر حاجت شرعی که دارن حل بگردان. خدایا ایمان کامل نصیبشان بگردان. از نفس شیطان نجاتشان عنایت بفرما. پیامبر تو میفرماید شقی و بدبخت است کسی که رمضان برود و بخشیده نشود. الهی ما را شقی و بدبخت نگردان. ما را شقی و بدبخت نگردان. اله العالمین ما را از درگاه خود رد نفرما. ما را از درگاه خود دور نفرما. نیاز به رحمتهای بیکران تو داریم. پروردگار همه گناهی که از ما سر زده است، گناهی کبیره یا صغیره، گناهی که دانسته یا ندانسته، گناهانی که به یادمان هست یا فراموش کردی. پروردگارا خودخواهی کردی، پروردگارا تکبری کردی، پروردگارا حسادت داشتیم، پروردگارا چیزهایی که نباید به زبان می آوردیم آوردیم، چیزهایی که نباید می دیدیم دیدیم، چیزهایی که نباید می شنیدیم شنیدیم. پروردگارا به مسجد باید می آمدیم که نیامدیم، نماز را سر وقت می خواندیم که نخواندیم. پروردگارا روزه را که باید می گرفتیم نگرفتیم، دست فقیر و یتیم و بیچاره را توان داشتیم که می گرفتیم نگرفتیم، خدمت پدر و مادر را که باید می کردیم نکردیم. مسلمان را آزرده ساختیم، مسلمان را رنجاندیم. پروردگارا تو را در پرتو گناه رنجاندیم. الهی ما از همه این گناهان توبه می کنیم و توبه کردیم. خدایا ما را ببخش، از گناه پاک بگردان، استقامت و پایداری در مسیر دین و عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما. اله العالمین نیاز به مغفرت داریم. ما را شستشوی رحمت مغفرت بگردان. باران رحمت معنوی و ظاهریت را بر ما جاری بگردان. اله العالمین دلهای ما تنگ زده، دلهای ما سیاه شده است،
هر کدام مشغول دنیا و چوکی و قدرت و مال و منال دنیا هستیم. اله العالمین ما را به سوی خودت بکشان، ما را به سوی خودت بکشان، ما را پیشانی ما را بگیر و ما را محبت خود را نصیب ما بفرما، محبت خود را در قلب ما جای بده. اله العالمین ما را توفیق توبه و استغفار نصیب اینات بفرما، ما را توفیق انابت و رجوع به سوی خودت نصیب اینات بفرما. الهی اگر روی ما سیاه است و در لوح محفوظ سیاه نوشته است، الهی تو قلم کش کو امور سفید بگردان. تو میتانی، تو قادر مطلق هستی. الهی ما را جنتی کو، نیک بخت کو. الهی ما را ولی خود بساز، الهی ما را دوست خود بساز، الهی ما را امام دوستای خود بساز، الهی ما را پیشوای صالحین و عشاق و دعوتگرا و مجاهدین بگردان. الهی به ما دیدارت نصیب کو، الهی به ما خوشیت نصیب کو، الهی به ما رضایت نصیب کو. الهی بلاها را چپ بگردان، الهی گناهان ما را بخشش بگردان، الهی مریضان ما را شفا بده. یک برادر گفت اولاد ندارم، خدایا برش اولاد صالح نصیب. الها ما را متزلزل مگردانی، الها خاتمه به ایمان نصیب بفرما. الها آرزوی ما، آرزوی هر دعوتگر، آرزوی هر جوان نیست که پروردگارا ما در هنگام گفتن حق و رساندن پیام حق اگر شهید میشویم و جرعه های ارزشمند و گوارای شهادت را نوش جان بکنیم، الها این بزرگترین لطف و مهربانی توست. الها ما از تو همین را میخواهیم. الها در حال جان ما را بگیر که مصروف دعوت به سوی حق باشیم. الها در حال جان ما را بگیر که به تو نزدیک باشیم. الها محبت مقام و شهرت و جایداد را الها از دلهای ما بیرون بکش. پروردگار دعای یونس رو ای الله تکرار میکنیم. لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. خدایا ربنا اصحاب الجنه سه بار گفتن ربنا، ما 7 مرتبه با صدای بلند میگیم ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. پروردگارا ای رب ما، ای الله از سر تقصیرات ما بگذر. یا الله، ای الله مادر بچه‌شو بیرون نمیندازه یا رب. ای الله ما اومدیم معترفیم و برگشتیم تو به عظمتت این اعتراف کننده ها رو به آغوش بگیر. ای الله اصحاب الجنه فقط جنت و باغ بیرونشون ویران شد. ای رب ما خیلی جنت خراب کرد، خیلی از جنت های زندگی ما خراب شد، باغ های زندگی ما داغونه. ای الله باغ خانواده به هم ریخته است، باغ کار و کاسبی خراب، از همه بدتر باغ‌های ارتباط ما با تو یا الله باشیده. ای صاحب الجنه، ای مربی این باغ‌ها رو آباد بگردم، باغ قلب ما رو آباد کن، باغ قلب ما رو مملو بس باغ از درختان و گلها و ای الله بساطین عشق خودت بگردان. یا الله از سر تقصیرات ما بگذر. ای الله قول دادیم تو این هفته هم اعتراف کنیم. ای الله همینطوری که برای پیامبرانت فی تعقیبی آوردی اونها رو مورد نوازش قرار دادی، ای الله این جمع رو مورد نوازش قرار بده. خدایت در عرصات ما را شفاعت حبیب خود محروم نگردان.
جوانای این جمع که به نماز آمدن، یا الله وقت غرور جوانیشان است، جوانا اشک میریزانند، دست بلند کردن. خدایا هر جوانی که رو به طرف قبله به این مسجد آمده دست بلند کرده، خدایا تمام حاجات شرعیشان را برآورده خیر گردان.